Oh, sorry, Annie, exams. I forgot. Sorry آنی exams I forgot معذرت میخوام آنی یادم رفته بود امتحان داری. exams یعنی امتحان ها. حالا forgot گذشته فعل forget هست به معنی فراموش کردن. حالا اینجا داره میگه فراموش کرده بودم امتحان داری. I won't make a sound. I won't make a sound دیگه سر صدا نمی کنم. won't در واقع همون will not هستش که داره در مورد زمان آینده صحبت میکنه. I will not make a sound دیگه سر صدا نمی کنم. make a sound یعنی سر صدا کردن. حالا اگه بخوام همین جمله رو به صورت دستوری به یکی بگم که سر صدا نکن. میخوام به یکی به صورت دستوری بگم سر صدا نکن، صدا در نیار. don't رو میارم اول جمله، میگم don't make a sound سر صدا نکن. or حالا یه مثال دیگه. The door made a strange sound. در یه صدای عجیبی در آورد. made گذشته فعل make اینجا. Don't make a sound. Don't make a sound. Don't make a sound. Don't make a sound. Hector! Stop. Hector, stop. Hector, بس کن. بچه اینجا stop اولا به معنی توقف کردن، ادامه ندادن یه کاری. حالا اینجا داره از هکتر میخواد که دیگه اون کار رو ادامه نده. میگه هکتر stop، بس کن. حالا دقت کنید که وقتی میگیم stop باید با شروع کنیم، نباید بگیم stop، چون توی ترجمه فارسی ما همیشه با اس شروع میکنیم. برای همین خیلی وقتا این اشتباه میکنیم که کلماتی که با اس شروع میشن رو همون جوری ترجمه میکنیم. اما باید دقت کنیم که بگیم stop. Do not eat that apple. Do not eat that apple. اون سیب رو نخور. بچه‌ها گرامری که استفاده کرده گرامر ایمپراتیو یا همون دستوریه. که این گرامر رو که استفاده میکنیم، این گرامر رو مثلا وقتی میخوایم دستور بدیم، وقتی میخوایم یه دستورالعملی به یکی بگیم، یا مثلا میخوایم توصیه‌ای بکنیم یا هشداری بهش بدیم، توی اینجور موقعیت ها استفاده میشه. حالا فرمولش چیه؟ فرمولش مثل همینجا که استفاده کرده. Do not یعنی do رو میاد منفیش میکنه به علاوه بیس فعل، یعنی فعل به صورت ساده. چند تا مثال ازش ببینیم. مثلا میگم do not touch that. به اون دست نزن. touch یعنی دست زدن به یه چیزی، تماس داشتن با یه چیزی. حالا اینجا میگه به اون دست نزن. do not touch that. جملمون دستوریه. مثال بعدی. don't open the door. در رو باز نکن. حالا اینجا دوباره اومده do not رو مخففش کرده. do not شده don't open the door. جمله سوم. do not be late. دیر نکنی ها. تو همه این جملات اومده فعل رو به صورت ساده استفاده کرده و اگه دقت کنید فاعلمون حذف میشه. در واقع فاعلمون بوده you، داره به سمت مقابلش دستور میده، میگه you do not touch that. ولی وقتی داریم ایمپراتیو استفاده میکنیم ما دیگه فاعل نداریم، فاعل رو حذف میکنیم و don't میاریم اول جمله، بعدش هم فعلمون به صورت ساده. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Don't follow. Oh, sorry. You want it, Annie? Oh sorry, you wanted Annie? Oh sorry متاسفم. تو میخوایش آنی، منظورش همون سیبه، داره به همون سیبه اشاره میکنه. بچه این جمله در واقع بوده do you want it چون وقتی میخوایم سوال بپرسیم از do و does استفاده میکنیم. do و does رو میاریم اول جمله، اما اینجا دوش رو حذف کرده و مستقیم پرسیده you want it یعنی تو اینو میخوای؟ No, Hector! It's too noisy! No Hector, it's too noisy. نه هکتور، این خیلی پر سر و صداست، منظورش جویدن هکتور. حالا بچه ها وقتی میخوایم یه صفتی رو قبلش بگیم که این صفت منفیه، قبلش تو میذاریم. تو
یعنی میخوایم بگیم که این صفت خیلی منفیه. اما اگه صفت مثبتی باشه مثل beautiful به معنی زیبا میگیم so beautiful. اما اینجا میخواد بگه نویزی، پر سر و صداه، میگه too noisy. خب از نویزی چند تا مثال دیگه ببینیم. مثلا میگم the street is very noisy at night. The street is very noisy at night. خیابون شبا خیلی پر سر و صداست. Or the kids were noisy in the classroom. The kids were noisy in the classroom. بچه ها تو کلاس خیلی پر سر و صدا بودن. I am trying to revise. I am trying to revise. I am trying to revise. دارم سعی میکنم درسامو مرور کنم. گرامری که داره استفاده میکنه گرامر present continuous. present continuous هستش. یعنی حال استمراری که بود. فاعل به علاوه افعال to be که هست am, is, are به علاوه فعلمون با ing for I am trying. خب کلمه ریوایز یعنی مرور کردن، اما در واقع مرور کردن درس رو میگن، نه هر مرور کردنی. The window is dirty. The window is dirty. The window is dirty. پنجره کثیفه. Window یعنی پنجره. Well, then it's a job for a window cleaner, not you. Well, then it's a job for a window cleaner, not you. It's a job for a window cleaner, not you. خب پس این یه کاریه که وظیفه یک شیشه شوره، نه تو. window cleaner یعنی همون شیشه شور. وقتی که ER میاریم آخر فعلمون معمولا اون فعل تبدیل میشه به فاعل. مثلا کلمه clean یعنی تمیز کردن. وقتی ER میگیره یعنی کسی که این کار رو انجام میده، کسی که نظافت میکنه. حالا کل این کلمه window cleaner یعنی کسی که شیشه ها رو تمیز میکنه، پنجره ها رو تمیز میکنه. Hey guys, look at these. Hey guys, look at these. Look at these. Hey بچه ها اینجا رو نگاه کنید. کلمه guys وقتی استفاده میکنیم که میخوایم یه جمعی رو خطاب کنیم که هم دخترها هستن هم پسرها، میگیم hey guys. It's pictures of my makeover. It's pictures of my makeover. It's pictures of my makeover. اینا تصاویر میک اوور منه. حالا makeover یعنی چی؟ میکوور وقتی میگن که کسی رو حالا ظاهرش رو به یه نحوی تغییر میدن. حالا ممکنه این تغییر آرایش باشه یا مدل موها باشه یا مدل لباس ها باشه. هدف اینه که ظاهرش رو یه جوری تغییر بدن که بهترش کنن، زیباترش کنن و معمولا هم این کار رو برای جلد مجله ها انجام میدن، همونجوری که مثلا عکس بازیگرا رو میزنن روی جلد مجله ها یا روزنامه ها. حالا چند تا مثال از این میکوور ببینیم. مثلا میگم She had a makeover for the party. She had a makeover for the party. برای مهمونی ظاهرش رو کاملا عوض کرد. Or the show is about giving people makeovers. The show is about giving people makeovers. برنامه درباره تغییر ظاهر آدم هاست. شو یعنی برنامه. What is a makeover? What is a makeover? What is a makeover? makeover چیه؟ اگر قسمت‌های قبلی رو دیده باشید میدونید که هکتور از آرژانتین اومده و میخواد نشون بده که خیلی انگلیسیش خوب نیست. در حقیقت این فیلم به خاطر این خوبه که یک نقشی توش هستش که انگلیسیش خیلی خوب نیست. اینا کلماتو واسش توضیح میدن. حالا اینجا داره نشون میده که هکتور نمیدونه میکوور یعنی چی. داره میپرسه میکوور یعنی چی؟ میکوور چیه؟ It's when they use makeup to turn this into this. حالا اینجا آنی داره با دوستش شوخی میکنه، داره همینجوری مسخره بازی در میاره، میگه it's when they use makeup to turn this into this. To turn this into this که اشاره میکنه به دوستش و جلد مجله. میگه که میکوور چیه؟ سوال قبلی این بود که میکوور چیه؟ آنی جواب میده که وقتیه که آرایش رو استفاده میکنن، میکاپ رو استفاده میکنن برای تبدیل این به این، برای تبدیل صورت دوستش به چیزی که روی جلد مجله هست. وقتی از این عبارت استفاده میکنیم میگیم turn something to something، یعنی تبدیل کردن چیزی به یه چیز دیگه ای. خب بریم 2 تا مثال ازش ببینیم.
مثلا میگم They turned the old house into a hotel. They turned the old house into a hotel. اونا خانه قدیمی رو به یه هتل تبدیل کردن. Turn something into something. Or she turned her hobby into a job. She turned her hobby into a job. سرگرمیشو به شغل تبدیل کرد. Cool. Can you turn into a race car? Cool. Can you turn into a race car? You can turn yourself into a car. You can turn yourself into a car. Anyway, what are they for? Anyway, what are they for? What are they for? Anyway وقتی اول جمله استفاده میکنیم که میخوایم بحث رو عوض کنیم. تا الان داشتیم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم، من میخوام در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم. میگم anyway. حالا اینجا آنی میگه anyway, what are they for? اونا برای چی هن؟ Well, Nick wants to be a Hollywood movie star. Nick wants to be a Hollywood movie star. Nick wants to be a Hollywood movie star. نیک میخواد که یه ستاره سینمایی هالیوود بشه. And if he can do it, I can do it. And if he can do it, I can do it. And if he can do it, I can do it. اگه اون بتونه من هم میتونم. بچه‌ها جمله رو نگاه کنید، جمله شرطیه. یه سمتش if به کار برده و حال ساده. سمت دومش در واقع میتونست will استفاده کنه. میتونست بگه I will do it. اما به جای will از فعل کمکی can استفاده کرده. اگه اون میتونه پس من هم میتونم. That was my friend, Victoria Yallop, the really good actress. That was my friend Victoria Yallop, the really good actress. دوستم ویکتوریا یالوپ بود که واقعا بازیگر خوبیه. کلمه actress یعنی بازیگر خانوم. اگه میخواست بگی بازیگر آقا میگفت actor. Nick, darling. خب حالا اینجا بریجت داره ادای همون بازیگره رو در میاره که نیک میگفت. میگه که اینجوری میگه نیک دارلینگ، نیک عزیزم، دارلینگ یعنی عزیزم. Well, guess what? Well, guess what? وقتی این عبارت استفاده میکنن یعنی حدس بزنید چی شده. معمولا نمیان بگن guess what happened. میگن guess what. خیلی عبارت کوتاه‌تر و آسان‌تریه. guess what. حدس بزنید چی شده. She's going to tell George Lucas, the Hollywood director, all about you. She's going to tell George Lucas, to the Hollywood director, all about you. She's going to tell George Lucas, the Hollywood director, all about you. حالا حدسی که دارن میزنن میگن که میخواد از تو پیش جورج لوکاس کارگردان بزرگ آمریکایی تعریف کنه، یعنی همه چی در مورد تو بگه. بچه گرامر be going to که اینجا استفاده کرده یعنی افعال to be به علاوه going to وقتی استفاده میشه که میخوایم یه کاری رو از قبل برنامه ریزی کنیم، یه کاری رو از قبل میدونیم که میخوایم انجام بدیم یا که شواهدی براش وجود داره، از این گرامر استفاده میکنیم. مثلا چند تا مثال ببینیم. مثلا میگم I'm going to study tonight. I'm going to study tonight. امشب قراره درس بخونم. دارم در مورد زمان آینده صحبت میکنم، میگم امشب، اما یه برنامه از قبل براش دارم. Or she's going to change her job. She's going to change her job. اون قراره شغلش رو عوض کنه.